زیارت والدین باز من نزد شیخ القرآن استاد برکت الله سلیم میرفتم هر عید. خود در عید شما خبر دارین که اونا با ما نبودن، الله متعال استاد مغفرت کنه، ولیکن بازم خانه استاد رفتم به خاطر ادای احترام به خانوادهشان. باز بعضی بزرگایی که زی حق هستن قبل از ظهر دیروز به زیارت از اونا بودیم و بعد از ظهر هم دیگه قرای عزیز ما قاری صاحبا من در خدمت از اونا بودیم. خیلی خوب. در کل همی موضوعات ایدی چون عید خودش اسلامی است و موضوعات دارم که قوانین خاص خدا داره که اسلام به ما اجازه میده و بس چیزا هست که اجازه نمیده، ولی به یک سنت، به یک عرف و فرهنگ مبدل شده که در مجموع در روزای عید که اونا اجزای ما زیادتر میرن به سر قبر یا از کس که خفه می باشن خانهشان نمیره، آزرده می باشن. اینی مورد است که امروز بحث داشته می باشم. جناب قاری صاحب بیاین بگوین با کدام قوانین باید عید برگزار شود و تجلیل شود؟ بدون شک اون قسم که شما گفتین ما اگر عید هم تجلیل میکنیم، اول فلسفه عید باید همه دوستا بفهمن که یک شکرانگی است، چون ما شما یک فریضه از فرایض الله را تمام کردیم که روزه بود در ماه مبارک رمضان و در حقیقت یک خوشحالی به اتمام امی یا شکرگزاری به اتمام امی فریضه است که قرآن کریم هم به این اشاره میکنه که ولتکملوا العده ولتکبروا الله علی ما هداکم، تا شما می عدت که 30 روز یا 29 روز کم و زیاد ماه رمضان با شما معلوم است که گاهی 29 می باشه و گاهی 30. وقتی تکمیل میشه باز شما تا به بزرگی یاد کنین الله را، یعنی شکرگزاری کنین دیگه. ما شما مکلف هستیم، اما قسم که شما فرمودین باید مطابق به شرع تجلیل ما از عید باشه، خوشی ما مطابق به شرع باشه. اما قسم که در حدیث میگه که انها ایام اکل و شرب و ذکر لله عز وجل. ایام عید میگه اگر چی حدیث درباره عید و قربان، چون ایام تشریق هم در عید قربان شامل است. فرمودن رسول الله صلی الله علیه و سلم که این ایام خورد و نوش است، ولیکن و ذکر لله عز وجل، ایام ذکر هم است. فراموش نکنیم که در این روز دیگه باز رمضان خلاص شد، دیگه طاعت و عبادت نیست، بلکه در این ایام هم باید ما ذکر الله را فراموش نکنیم. قاری صاحب در رابطه به مصارف گزاف عیدی هم اگر نظر داشته باشن خیلی خوب میشه. در عید، در ایام عید مصارف گزاف بیشتر همی گزینی است که همه را میرن جانا را راحت میکنن که از جمله مصارف عیدی بردن است. بله. به خانه عروس یا کسی که خویشاوندتان می باشه یا خویشی میخواین کنین. بله. اینی مصارف از نگاه اسلام چی حکم داره و چی جایگاهی داره؟ و یکی از دغدغه‌های سسیف جان که همیشه بوده در کشور نه، یکی از زیادتر پافشاری میکنه. اشخاص که نامزاد هستن همیا چقدر خوشحال شدن که سوال خودت پرسان کردی. من شما ولی مثل که پیشتر شما فرمودین که عید اصلا برای مسلمین است و مسلمان چی معنی که تسلیم شده، تسلیم اوامر الله باشه. حالا یک نفری که خودش در رمضان هیچ روزه نگیره، طاعت عبادت نکنه، باز از همه کده ما میبینیم که اون بسیار خوشحالی میکنه. در حال عید برای مسلمان است، طاعت عبادات قبولمی دعای مسعود است که ما میگیم تقبل الله منا و منکم. همون که پیشتر شما فرمودین بعضیا بعد از نماز عید متصلا میرن به طرف قبرستان و فکر میکنن که در این روز زیارت قبور البته کدام اجر و ثواب خاص داره، در حالی که علما میگن اختصاص زیارت قبور به روز عید خودش بدعت است، این یک چیز نارواست، ناپیدا است. زیارت قبور بدون شک مستحب است، اما اختصاص از در روز عید درست نیست، چرا ما کدام دلیل به این نداریم. یا قسم که شما فرمودین بعد از زیارت قبور چیز دیگر هم پیشتر اشاره کردین که من نفهم دو نفر از دیگر نمیرن خانه. بله شما ببینید در این مورد هم حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم است که لا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق 3 لیال، یعنی حلال نیست به مسلمان که برادر مسلمان خود را ترک کنه زیاده از 3 روز. این سوالات دیگه مزیادم نره که بیشتر شما بله شما ببینید اول این مسئله که 2 نفر از دیگر قهر از غیر از رمضان برای مسلمان اجازه نیست 3 روز از مسلمان قهر باشه،
تا 3 روز اجازه داده شده. طبیعتا فطرتا انسان قهر میباشه، اما از او اضافه درست نیست. حتی در روایت میگه که من هجر اخاه فوق 3 فمات دخل النار، کسی که 3 روز اضافه از برادر خود دوری میکنه اگر بمیره دو آتش دوزخ است. روایت دیگه میگه که در دوشنبه و پنجشنبه اعمال بنی آدم به طرف الله بلند میشه، به همه اعمال نظر میاندازه به جز 2 شخصی که بدون موجب، 2 مسلمانی که از هم چی هستن؟ قهر هستن و آشتی نمیکنن. قاری صاحب و بهتر شما هم ببخشین امیست که کسی که سلام ابتدا میکنه، یعنی بهترین نشان در حدیث همی است. چون بعضیا فکر میکنه که والا من اگر به این آدم، شاید هدف شما میبوده باشه که بعضیا قهر است میگه اگر والا من برم پیش از او بله کم میایم یا بگه بله به من احتیاج داره یا ضرورت داره، در حالی که نه خیر، نظر به حدیث بهترین نشان همی است که چی کنن؟ همین فاصله را از بین ببره و ابتدا کنن. شما گفتین بدون موجب، یعنی چی سبب بوده میتونه که اگر همون دلیل باشه ما میشه که امرای برادر؟ بعضی موارد است که یک شخصی که فاسق است، فاسد است یا مفسد تا بگیم مضل است، گمراه است، که گاهی انسان ترس داره که با این نفر اگر نزدیکی کنی از فایدهش که ضررش بیشتر است. گاهی از او تا اشخاص آدم ضرور است، واجب است دوری کنه. اما بحث ما شما درباره از این بود که با یک مسلمانی که یک چیز جزئی انسان خفه است، این اجازه نیست از 3 روز ما اضافه از او دور باشه. و در مورد مصارف گزاف شما گفتین، این هم بحث بسیار طولانی است. ما پیشتر گفتیم که بله، یعنی ببینید در اصل اسراف و تبذیر، من میخواستم این 2 چیز مختصر براتون شرح کنم. یکی اسراف است که زیاده‌روی در چیزی که مباح است، حلال است، دو اگه زیاده‌روی میکنیم اسراف میگن. و تبذیر چی را میگن؟ تبذیر مصرف مال یک شخص در یک چیز ناروا. که دوستای ما بفهمند اسراف و تبذیر. اینمی خورد و نوش چیزایی که شما اینجا آماده کردین به حساب عید، ما اگر اینمی رو به اندازه بخوریم مباح است، اما اگر از حدش بیشتر بخوریم چی میشه؟ اسراف. قرآن برای ما امر میگه و کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، بخورین بنوشین و اسراف نکنین. و تبذیر همون که در یک چیز بی معنا پول خود انسان 1 روپیه هم اگر مصرف کنه چی است؟ تبذیر است. قرآن میگه ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مبذرین برادرای شیطان است. در قسمت ایدی که شما گفتین، متاسفانه میبینیم که در افغانستان ما تحفه هم تحمیلی است. من یک جایی گفتم که ایدی بردن نارواست، ایدی است و براتی است و شما ایدی نوروزی است. برادر عزیز ما گفتن که روزای مناسبتی دیگه هم هست، زمستانی است. بله گفتین که نامزاددارا زمستانی کسایی که نامزاد از اونا خوش هم شدن، براستی هم که باید ما شما به نفع از اونا نه حق بیان میکنیم. عالمی یکی از اسباب خشونت علیه زن فامیل خود زن باعث میشه. من چند جای دیگه هم گفتم این بیچاره اول خود یکی از نکاح ها رفتم، یک کس شکایت کرد گفت استاد 10 سال میشه من نامزاد است، اینا هیچ اجازه عروسی را نمیدادن. در 10 سالی بیچاره نوروزی و فرموده شما رمضانی و عیدی و باز در عید و قربان فکر میکنم گوسفند هم میبرن. خب یک جایی من گفتم که این ناراض، گفتن نه تحفه خود در اسلام مشکل نیست. من گفتم این تحفه نیست، تحفه است که به طیب نفس، به رغبت. مثلا من به یک کس یک چیزی تحفه میتونم، هیچ خبر ندارم من براش تحفه چی را میارم، این خب واضح مشخص است. فامیل دختر بالای پسر لازمی میگردانن که با چی کنه تحفه بیارن، اگر نبرن بیچاره مسکین پیش مردم کم میه و طعنه میزنن که ببین که دیگه نامزادار رو تو هیچ کار نکنی. حالا این تحت آیت ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل شامل است که دوستای عزیز ما متوجه باشن. نظر به آیت علما میگه که مال یک کسی که بنا حق میخونی مثل که یک کس رشوت میگیره. دیگه کسایی که ایدی میخواین و تحمیلی هست ما با تحفه مشکل نداریم، اما تحمیل از این ناروا و ناجایز است. خیلی خوب جناب قاری صاحب، خیلی سپاسگزار هستم از معلوماتتان.